سلام خدمت وطنداران عزیز، خواهر و برادرانی که در افغانستان و در هر جایی از این کره خاکی که زندگی میکنن. سلام تقدیم میکنم و خدا کنه که شاد و خرم و سر و حال باشن. برادران نهایت عزیز، ما میخواستم یک موضوعی را برای شما به عرض برسانم که شما همه روزه با اون موضوع درگیر هستی و همه روزه او را نگاه میکنه، اما متاسفانه از او دیدی که من نگاه کردیم و ما بررسی کردیم، فکر کنم شما اصلا نگاه نمیکنیم و فقط شما تو اونا به عنوان یک سرگرمی و یک تفریح میبینید، اما او نه سرگرمی است نه تفریح است. او واقعا یک چیزی هست که باعث آبرو بردن مسلمان ها، آبرو بردن یک کشور، آبرو بردن یک ملت، آبرو بردن یک مذهب، یک آیین بزرگ است. ما درباره اون عده کسانی حرف میزنم، از اون برادران، از اون خواهرانی که در صفحات مجازی فعالیت میکنن و از خود یک ویدیوهای نقش و پخش میکنن که خدا شاهد است اصلا قابل دیدن نیست، اصلا قابل شنیدن نیست. و من نمیفهمم که با کدام عقل اون کارا رو انجام میدن. اگر هدف اونا مشهوریت و محبوبیت و کسب درآمد است، خدا شاهد است اونا میتوانند که همون مشهوریت، همون محبوبیت، همون کسب درآمد از راه های خوب هم انجام داده بتونن در این مجازی، اما از راه های خوب. این همه مردم مگه چیکار میکنن؟ همین قسم بی‌عزتی میکنه، همین قسم خودش تحقیر میکنه، همین قسم کشورش، همین قسم ملتش تحقیر میکنه. من میخواستم خدا شاهد است یک تا ویدیو بگیرم به عنوان نمونه برای شما اینجا به اشتراک بگذارم و شما نگاه کنید. هرچی نگاه کردم اون ویدیویی را که من باید بگذارم در این پست کنم، خدا شاهد است اصلا نتونستم، اصلا قابل پخش نبود. خواهر من، برادر من اینجا نیامدیم تو رو تحقیق کنم. ما آمدیم که ازت خواهش میکنم اگر من نگویم دیگران نمیگن، دیگران فقط تحقیرت میکنن، دیگران مسخرت میکنن. و اون مسخره برای تو تنهایی نیست، به همه گیست، به همه مسلمان هاست. من ازتان به عنوان برادر کوچک خواهش میکنم، التماس میکنم دست از این قسم ویدیوها، از این قسم الفاظها، از این قسم رفتارها بردارید. خدا شاهد است این شما را نه محبوب میسازد و نه مشهور میسازد، فقط باعث بدنامگی و باعث بدبختی شما میشه. دیگه قضاوت با شما.